چین از اولین کشورهایی بود که تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرد. به گواه گفته‌های فو کنگ، نماینده و سفیر دائم چین در سازمان ملل، آن هم یک روز پس از تجاوز اسرائیل به ایران. اقدام نظامی اسرائیل به خاک ایران ناقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است و چین آن را قویاً محکوم می‌کند. حالا بعد از توقف حملات، بازم چین است که از مجامع بین‌المللی خواسته متجاوز را شناسایی و پاسخگو کنند. برخی اعضای شورای امنیت نه فقط تلاشی برای محکوم کردن اقدام نظامی اسرائیل و امریکا علیه ایران نکردند، بلکه آن را توجیه می‌کنند. چین می‌خواهد به شما یادآوری کند که در ایجاد بحران کنونی هیچ کس جز امریکا مسئول نیست. نیو شینچون، استاد دانشگاه نانجینگ چین، میگوید ایران در اقدامات دفاعی خود قوانین بین‌المللی را رعایت کرده، در حالی که حمله به این کشور هیچ مبنای حقوقی نداشت. ایران در این درگیری می‌توانست تنگه هرمز را مسدود کند، اما این کار را نکرد، چون می‌دانست تبعات آن به دیگر کشورها تحمیل می‌شود و شاید به همین دلیل ایران خویشتن‌داری کرد. گو شیاوبینگ، استاد مؤسسه روابط بین‌الملل معاصر چین، هم معتقد است حملات آمریکا و اسرائیل به ایران نقض قوانین بین‌المللی است و سازوکارهای حاکم بر نظام جهانی را تضعیف می‌کند. حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در حالی انجام شد که همه آنها تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشتند. بر اساس چندین قطعنامه تصویب شده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هیچ کس حق حمله به این تأسیسات را نداشته. در سال 1981 زمانی که اسرائیل به راکتور هسته‌ای عراق حمله کرد، تمام کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله آمریکا با تصویب قطعنامه اقدام اسرائیل را محکوم کردند، اما امروز خبری از محکومیت نیست. آنها با این اقدام بسیاری از اصول اولیه و حتی رویه‌های قبلی خود را هم نقض کردند و این یک زنگ خطر برای همه جهان است. چین اعلام کرده به تلاش‌هایش در حمایت از ایران و پاسخگو کردن اسرائیل در نهادهای بین‌المللی ادامه خواهد داد. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.